وطن گل، مطابق به خواهش شما ما آغاز کردم درباره سلامتی شما ویدیوهای را به زبان فارسی دری هم تهیه کنم. طبیعی است که ما هر مسئله مهم صحت و سلامتی را هم به زبان پشتو و هم به زبان دری ویدیوهای خدمت شما تهیه خواهد کردم. امروز ما به مسئله بسیار حیاتی و مهمی که من گرفتن عروق و شریانهای انسان هاست و ای که وقت عروق ما، وقت شریانهای ما منگ میگیره، کدام عوارض و کدام مشکلات برای ما پیدا میشه و ما به چی خطرات مواجه میشیم. در این زمینه ما دو ویدیو خدمت شما تهیه خواهد کردم. در ویدیو اول که همین ویدیو امروزی است، به شما بیان خواهم کرد که قلب ما چی ارگان مهمی است و چقدر وظایف و خدمات برای ما انجام میده و ای که چرا عروق و شریانهای ما را منگ میگیره و به اصطلاح تنگ میشه عروق و شریانهای ما. این مسئله را در این ویدیو توضیح خواهم کرد و همچنان در ویدیو بعدی که به زودی تهیه خواهم کرد در او راه و چاره تداوی خود که چطور ما خود در خانه با وسایل بسیار ابتدایی و با وسایل بسیار طبیعی تداوی کنیم در کوتاه مدت. در ویدیو دوم به این مسائل خواهم پرداخت. بنابراین لطف کنین تا آخر ویدیو را با ما بمانین و ویدیو را لطف کنین لایک کنین، سابسکرایب کنین و زنگوله را بزنین و عضو کانال ما شوین لطفاً تا هر ویدیویی که تازه ثبت میشه خدمت شما با آسانی و مستقیم برسه. قلب ما عزیزترین و مهمترین ارگان بدن ماست که از لحظه که یک طفل در شکم مادر زنده میشه و تا آوان مرگ 70 سال، 80 سال و یا طولانی تر از او برای ما و شما خدمت میکنه با بسیار مهربانی، وفاداری و بدون وقفه. ای که بدن ما به شکل یک پمپ یا به حیث یک پمپ خون به تمام بدن ما میرسانه، در این زمینه انسان ها آگاهی دارند و با توضیح و تشریح کم یا زیاد میدانند. ولی که قلب ما در یک دقیقه چند بار حرکت میکنه، چند بار پمپ میکنه و چه مقدار خون به بدن ما میرسانه، در 24 ساعت چقدر کار میکنه و یا اگر یک انسان 70 سال عمر کنه چه مقدار حرکت میکنه پمپ ما و چه مقدار خون به بدن ما میرسانه. این مسئله را بسیاری از انسانهای ما به طور کامل نمیدانند و یا آگاهی در زمینه در این مورد ندارند. به ارقام پایین توجه بفرمایید. قلب ما در یک دقیقه 80 بار حرکت پمپی خود، پمپ مانند خود اجرا میکنه و در همین مدت کوتاه 4.5 لیتر یعنی 4.5 لیتر خون به تمام نقاط بدن ما میرسانه. در 24 ساعت قلب ما 115,200 بار حرکت میکنه. 115,200 بار و 6,480 لیتر خون به بدن ما تهیه میکنه و پمپ میکنه. و اگر یک انسان 70 سال عمر کنه
قلب از این انسان در 70 سال 2.9 میلیارد بار، یعنی 2900 میلیون بار حرکت میکنه، پمپ میکنه و 16500 لیتر 16.5 میلیون لیتر 16.5 میلیون لیتر خون به بدن ما پمپ میکنه. چقدر جالب است، حیرت انگیز است که قلب با چه فداکاری و با چه مهربانی برای ما کار میکنه، زحمت میکشه و او هم بدون وقفه. و حال این پرسش به وجود میآید که چرا این قلب مریض میشه؟ این پرسش به وجود میآید که چرا شریانهای ما، مویرگهای بدن ما که در اطراف قلب هستند، در مغز ما هستند، بسیار باریک هستند. به این خاطر او را مویرگ میگن. مویرگهای ما چرا منگ میگیره؟ چرا تنگ میشه؟ این منگ از کجا میآید؟ این منگ چرا در رگهای ما میشینه و چی مصیبت‌های برای ما خلق میکنه؟ به جوابها لطفاً توجه کنید. آب وقتی که به شکل باران یا برف از ابرها پایین میشه، این بسیار پاک و نفیس و بدون عیب و با منرال‌های زنده پایین میشه به طرف زمین. منرال‌های آب تا این وقته که به زمین هنوز نرسیده کاملا زنده و کاملا سالم هستند. ولی وقتی که به زمین میرسه و پس آب ما از زمین به شکل چشمه، به شکل جوی، به شکل دریا یا به شکل آب نل میگیریم و او را می نوشیم یا در پخت و پز از او استفاده میکنیم، اینمی آب که از زمین گرفته میشه، از زمین بیرون میشه، این منرال های غیر ارگانیک، منرال های غیر فعال و منرال های غیر زنده را از زمین با خود میگیره. یک قسمت مهمی از این منرال ها کلسیم مرده است و اینمی کلسیم غیر ارگانیک و غیر فعال و منرال های دیگه غیر فعال در رگه های ما میشینه و رگه های ما را تنگ میسازه، رگهای ما را منگ میگیره و باعث خطر برای ما میشه. مریضی های بار میاره که من در پایین برای شما او را لیست خواهم گفت. دوم، غذایی که ما روغنی که ما در غذا میپزیم، غذا را با روغن تهیه میکنیم و روغن ها را حرارت میتیم، خصوصیت این روغن ها در نتیجه حرارت تغییر میخوره. این به یک روغن به یک عنصر مضر تبدیل میشه که برای ما امراض گوناگون بار میاره، از جمله رگهای ما را به منگ دچار میسازه. یا همین روغن حرارت دیده است که باعث منگ گرفتگی عروق و شریانهای ما میشه و مویرگهای بدن ما را در اطراف قلب و در مغز ما هم مصاب میسازه و اونا را منگ میگیره. سوم، کسایی که سیگرت میکشن، متاسفانه رگهای این دسته از انسان ها هم در نتیجه دود سیگرت منگ میگیره و تنگ میشه و عروق ما و شریانهای ما به مشکل مواجه میشه در نتیجه دود سیگرت. همین مریضی را که وقت رگه های ما منگ گرفت و تنگ شد، ایره در زبانهای وطنی ما شما منگ گرفتگی یا تنگ شدن رگه ها
برش نام داریم، در زبانهای اروپایی را آرتریوس کلوروزیس میگن. 4 میلیون آدم، تکرار میکنم، 4 میلیون آدم در آلمان به این مریضی مصاب هستند و در سطح اروپا سالانه حدود 4 میلیون آدم زندگی خود به همین مریضی از دست میدن، یعنی متاسفانه میمیرن به همین مریضی. 4 میلیون آدم در سطح اروپا. خب وقتی که رگهای ما به این حال دچار شد، چی مریضی های برای ما پیدا میشه؟ ما با چی خطرات مواجه میشیم؟ در قدم اول ما فشار خون بلند پیدا میکنیم. فشار خون ما بلند میشه. البته فشار خون عوامل دیگه هم داره که ما او را در ویدیوهای دیگه بررسی خواهیم کرد. ولی یک عاملش من گرفتگی شریان هاست. کلسترول خون ما بالا میره و بلند رفتن چربی خون و فشار خون دوباره باعث ازی میشه که این من گرفتگی بیشتر و بیشتر شود. رگه های ما بیشتر منگ بگیرن و بیشتر تنگ شوند. علاوه از ما به سکته قلبی و یا سکته مغز مواجه میشیم. همی که میشنویم در خانواده کسی صدا میکنه که دکتر زنگ بزنین، به سرویس یا عاجل زنگ بزنین که پدر یا برادر سکته کرده است، چون این عواقب بار میاد. و ما و شما قبل از اینکه به همچو عواقب دچار شویم باید راه و چاره را پیدا کنیم که او راه و چاره بسیار ساده است که ما در ظرف 4 تا 6 هفته تمام رگهای بدن خود از کالک و از منگ و از گرفتگی خلاص میتونیم. به بسیار سادگی ما در ویدیوی بعدی بسیار آسان طرق و شیوه های بسیار آسان به شما خواهم گفت، خدمت شما ارائه خواهم کرد که شما توسط عملی کردن او طرق و شیوه ها رگهای بدنتان پاک کنین و خود از این مشکل رهایی ببخشین. در پایان میخواستم که همو گفته وطنی را به شما تکرار کنم که سلامتی پادشاهی است و نگهداری سلامتی و کار بر سلامتی واجب است بر ما. لطفاً کمک به هموطنهای فقیر فراموش نفرمایید و بازم خواهش میکنم که ویدیو را لایک کنین، سابسکرایب کنین و زنگوله را بزنین، عضو کانال ما شوین. ما خدمات بسیار مهمی را خدمت شما تهیه میکنم که شما به سادگی صاحب سلامتی میشین. بسیار تشکر از شما.